سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 9 نوامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. جنجال تیز و تند در اطراف پیکره دعای مادر در کولوب. این هیکل مادری کیست؟ در دوشنبه نمایندگی مرکز سخاروا به کار سر کرد. رویخط منصبدارانی که پسرانشان را به خدمت حربی فرستادند. رمزی وزیربیکوف به 13 سال زندان محکوم شد. یک منصبدار در کولوب به ساختکاری و تصرف 184,000 سامانی عیبدار می شود. حکم یک جوان تاجیک در روسیه برای دزدی 700 روبل. روز 9 نوامبر در تاجیکستان خطر آمدن و سیل و سنگریزی زیاد است. و اکنون تفصیلات خبرها. گزارش رادیوی آزادی درباره مجسمه دعای مادر در شهر کولوب جنجال بزرگی را برانگیخته است که علنگش اینه که یک هفته باز هیچ فروکش نمیکنند. برای این گزارشی که به گفته مسئولان آزادی در پراگ تهیه شده است، به ویژه خبرنگار این نشریه در کولوب محمود جان رحمتزاده تحت فشار سخت قرار گرفته است. چندین ژورنالیست و کاربران شبکه‌های اجتماعی از آزادی طلب کردند که این مقاله‌اش را بردارند و شهردار کولوب بختیار نظرزاده برای اون که زن در این مجسمه تصویر شده را به مادر او مانندی کردند عذر بپرسند. ولی مسئولان رادیوی آزادی میگویند که همه فکت‌هایشان از پیش سنجیده شده است و نه مقاله را میگیرند و نه از کسی برای اون عذر میپرسند. ماجرا از روز 23 اکتبر سال 2022 آغاز میگیرد. آن روز پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ضمن سفر کاریش به جنوب کشور در شهر کولوب از مجسمه دعای مادر پرده برداری کرد. این الکه دومین پیکره با چنین نام است. هنگام کشادن مجسمه اول دعای مادر که در ستان فرودگاه خوجند گذاشته شده است، امامعلی رحمان اشکم ریخت. ولی هرچند در این مورد یگان شرح رسمی تا حال ندادند، برخی رسانه‌ها نوشتند که سیمای زن در مجسمه اینیکو شده به میرنبی مادر پرزیدنت شباهت زیاد دارد. اما رادیوی آزادی روز 3 نوامبر در مطلب با نام پیکره مادر در تاجیکستان به مادر که مانند باشد با تکیه به منبعش در مقامات محلی نوشت که سیمای قهرمان مجسمه دعای مادر در کولوب به مادر پرزیدنت مانند نبود و از این رو برای جمهوری تاجیکستان پسند نآمده است. هرچند پیکره در پیروی به مجسمه همنام در خوجند ساخته شد، شبیه مادر پرزیدنت نبوده است. هنگام روینمایی پیکره در خوجند امامعلی رحمان اشک ریخته بود. در کولوب این منظره دیده نشد. گفته است این منبع آزادی. نشریه نوشت که هیکل دعای مادر در کولوب به سبب به پرزیدنت پسند نآمدنش شاید بازسازی هم شود. همین طور بنا به گزارش بعضی از شاهدان مراسم به شرط فاش نشدن نام به رادیو آزادی گفتند پرزیدنت مجسمه را در کولوب چندان خوش نپذیرفت و حتی اشاره کرده است که به مادرش مانند نیست. ولی یک جمله گزارش آزادی که بحث تندی رو به بار آورد این بود که منابع نزدیک به مقامات محلی به رادیو آزادی گفتند پیکره شبیه مادر بختیار نظرزاده شهردار کولوب بوده است. مادر او سال گذشته فوتید. کوشش‌ها برای تماس با نظرزاده روز 3 نوامبر به نتیجه بود. تا شرح مسئله رو از او بپرسیم. روز بعد نشر این گزارش اینترنت یک باره ترکید و چندین ژورنالیست و کاربران شبکه‌های اجتماعی اساساً زادگان شهر منطقه کولوب به تنقید رادیو آزادی پرداخته به مادر رئیس کولوب شباهت دادن این هیکل را تشبیه ناجا نامیدند. سردبیر SSSR سیاف میزروب از همه دعوت کرد تا عکس‌های مادرانشان را گذارند و جمله را با چنین مضمون بنویسند که پیکره دعای مادر در کولوب مانند مادر من است. در لابلای بحث‌ها دیگر باره دعوت بستن رادیوی آزادی در تاجیکستان بلند شد، ولی هم‌آوازی چندانی پیدا نکرد. آتش بحث‌ها چنان بلند شد که خبرنگار آزادی در پراگ مومن احمدی 2 دفعه در صفحه‌اش در فیسبوک به این بحث‌ها همراه شد و با تصدیق مؤلفی خود این معرکه به ضد آزادی برا افتاده را تشکیل شده نامید. او نوشت مؤلف این گزارش من هستم. برخی ادعا کردند که گویا خبرنگار آزادی از شهردار پول پرسیده است و پس از جواب رد این را نشر نموده است. فکت‌ها هم گویا وجود داشته است. خیلی خوب می شود که همان فکت‌ها اینجا گذاشته شوند و مردم بینند که من در کجا و از کی پول پرسیدم. من نه به نظرزاده غرض دارم، نه دوست هستم نه دشمنم. تنها کار خبرنگاریم را انجام دادم و از یک تقلید بیهنرانه گفتم. وقتی بس باز هم فرو ننشست بلکه حتی علنگه بیشتر گرفت، مومن احمدی در مطلب نوی نوشت که مشکل در این مسئله
نه بهای آزادی، بلکه در این است که پیکره به پرزیدنت پسند نآمده است. در مقاله‌ای که آزادی نشر کرد خیلی روشن گفته شده است که به رئیس جمهور تاجیکستان پسند نآمده است بعدا آن شبیه مادر هر کسی است یا نه به مادر من و مادر پرزیدنت مانندی ندارد. روز 7 نوامبر به باز به قول معروف توپخانه‌های وزنین امرو شدند. احمد ابراهیم سردبیر پیک یگانه نشریه مستقل در شهر و منطقه کولوب در یک نامه کشود به مدیر بخش تاجیکی رادیوی آزادی سلیم ایوبزاد گزارش رادیوی آزادی را فرمایشی نامید و نوشت در اصل قهرمان پیکر دعای مادر هیچ شباهت به مادر مرحوم شهردار کولوب بختیار نظرزاده ندارد. او از رادیوی آزادی خواست که مقوله‌اش را از سامانه خود بردارند و این ماجرا را از این دختر نکنند. احمد ابراهیم بدون بردن نام اشاره کرد که سخن در مورد پیدا کردن یک روی مصالحه و پیشگیری از کشودن پرونده به ضد خبرنگار آزادی می رود. حالا یگانه حالت است که به حمایه شاگردم برخواسته نمیتوانم چون که دلیل ها علیه ما اند. نجات این ژورنالیست در دست شما است. گزارش را از سامانه گیرید و از شهردار برای نشر عکس مادر ارجمندش و ناراحت کردن روح او بخشش بخواهید. این امکان میدهد که ما هم به نزد شهردار رفته برای شاگردمان بخشش بپرسیم و خواهش کنیم که از دعوایش گردد. و اما سلیم ایوبزاد مدیر بخش تاجیکی رادیوی آزادی روز 8 نوامبر در یک پاسخ مفصل در فیسبوک نوشت که جای برای عذر خواستن یا سبب برای پاک کردن این مقاله از سامانه آزادی نمی‌بیند. با تمام احترام به شارحان عزیز می‌رسانم که دعوت به عذرخواهی اساس ندارد چون فکت‌های مقاله پیش از نشر سنجیده شدند و باز میگویم سخن نه از مادر است بلکه از هیکل‌سازی و واکنش به آن. به گفته یکی از همکارانم اگر فردی به مادرش هیکل گذاشته است آفرینش باد، قهرمان است. بگذار به کسی سیمای مادرش خوش نآمده است یا نه مهم نیست، ولی اینجا همچنین مسئله بودجه و مکان جمعیتی نیز در میان است. یعنی منظور مطلب مادر نبودن نیست بلکه چیزهای تماما دیگر که تنها انگشت‌شمار دوستان به این توجه کردند. نوشته سلیم ایوبزاد. مرکز مهاجران شهر و ولایت مسکو معروف به مرکز سخاروه روز 9 نوامبر سال 2022 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نمایندگیش را رسما باز کرد. تاجیکستان الکی دومین کشور است که مرکز سخاروه با مقصد تشکیل جمع‌آوری متشکلانه مهاجران کاری نمایندگیش را می‌گشاید. دفتر مرکز سخاروه در ازبکستان سال 2021 باز شده بود. ماریا باگریووا وزیر حکومت مسکو و رهبر دپارتمنت سیاست اقتصادی و رشد این شهر در مراسم افتتاح نمایندگی مرکز سخاروه در دوشنبه گفت هدف اساسی این کمک به ساکنان تاجیکستان در جستجوی کار در شهر و ولایت مسکو است. گشوده شدن نمایندگی مرکز مهاجران به رشد منبعی روابط دوستانه و همکاری‌های مفید بین مسکو و دوشنبه مساعدت می‌کند. نمایندگی امروز با نهادهای وکالتدار جمهوری تاجیکستان با جستجو و انتخاب و جمع‌آوری کارگران صاحب تخصص برای طرح‌های مهم شهر و ولایت مسکو در ساحه‌های نقلیات، ساختمان و ژکخ مشغول خواهد شد. این امکان می‌دهد که یک مکانیزم مؤثر جلب مهاجران کاری از تاجیکستان به کارخانه‌های پایتخت روسیه بنیاد گردد. نقل قول می‌کند تاس از سخنرانی باگریووا در این مراسم نمایندگی مرکز سخاروه در دوشنبه خزینه جای‌های کاری خالی و داوطلبان جای کار را تهیه کرده با داوطلبان صحبت‌های آنلاینی تشکیل می‌کنند و هم سطح تخصص آنها را می‌سنجند. در این مرکز همچنین به شهروندان تاجیکستان در مورد قاعده‌های بود و باش در روسیه و ترتیب گرفتن کارت مهاجرت مشوره داده در مورد چگونه پر کردن عریضه برای پتنت کمک می‌رسانند و برایشان در خرید چپتای سفر و گرفتن نوبت در مرکز سخاروه در مسکو نیز یاری می‌دهند. ماریا باگریووا گفت از 800,000 پتنتی که هر سال در شهر و ولایت مسکو می‌دهند نصفش به شهروندان تاجیکستان داده می شود. در 10 ماه سال جاری 48% از جمع پتنت های در مرکز سخاروه داده شده به شهروندان تاجیکستان داده شده است. در اول ماه نوامبر سال 2022 در شهر و ولایت مسکو بیش از 400,000 نفر شهروندان تاجیکستان به سر می بردند و 80% آنها مهاجران کاری اند. بیشتر آنها در ساحه‌های ساختمان کار می کنند. افتتاح نمایندگی مرکز سخاروه در دوشنبه در چارچوب اجلاسیه 8 کمیسیه بین حکومتی همکاری اقتصادی روسیه و تاجیکستان صورت گرفت. این اجلاسیه نیز در دوشنبه دایر شد.
هر سال بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان یا تقریبا نصف اهالی قابل کار این کشور به جستجوی کار به خارج و اساساً به روسیه میروند. بخش اعظم آنها در شهر و ولایت مسکو کار میجویند. سال گذشته از روسیه و اساساً به شرافت مهاجران تاجیک به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار پول فرستاده بودند. پولهای از روسیه فرستاده مهاجران منبع اساسی تامین زندگی اکثر عائله‌ها در تاجیکستان به شمار می‌رود. دادگاه شهر دوشنبه یک زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان را که با تنقیدهایش از کار مقامات تاجیکستان شناخته بود به 13 سال زندان محکوم کرده است. رمزی وزیربیکوف ماه ایول امسال در شرایط مرموز دستگیر و حکمش پس درهای بسته در بازداشتگاه اعلان شد. تفصیلات حکم دسترس نیست. به نقل پیوندانش رمزی وزیربیکوف به بیگناهی خود تاکید کرده است. نزدیکان رمزی وزیربیکوف به رادیو حجودی گفتند حکم او روز 5 نوامبر اعلان شد. کوشش ما برای گرفتن شرح مسئولان دادگاه دوشنبه تا این دم بی نتیجه بود. یکی از پیوندان وزیربیکوف روز 8 نوامبر گفت او بر اساس دو بند قانون جنایی گناهکار شده است. یکی اشتراک در اتحاد جنایی و دیگر دعوت عمومی برای به زوری گرفتن حاکمیت و یا تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی در اینترنت. در مرافعه آخر هنگامی که حکم اعلام میشد رمزی وزیربیکوف همه اتهامات را رد کرده جرمها را بی‌اساس دانسته است. نقل کرد یکی از پیوندانش. به گفته پیوندانش رمزی وزیربیکوف وکیل مدافع دولتی دارد ولی رادیو آزادی تا حال نتوانسته است با او تماس گیرد. رمزی وزیربیکوف که سالهای آخر در روسیه میزیست ماه ایول امسال و پس از حادثه‌های خونین بدخشان همراه فعال دیگر آرز وزیربیکوف در شرایط مرموز از مسکو به تاجیکستان آورده شد. آنها در نواری که توسط صحیفه‌های نزدیک به مقامات نشر و پخش شد گفتند که اختیاری به تاجیکستان برگشتند تا درباره حادثه‌های بدخشان بیانات بدهند. این در حالی است که پیشتر در نوارهای جداگانه گفته بودند که اگر آنها در تاجیکستان پیدا شدند سفرشان اختیاری نیست بلکه آنها را ربودند. پیوندان رمزی و آرز وزیربیکوف بارها درباره قانون شکنی ضمن تفتیشات و شکنجه شدن آنها صحبت کردند. دادگاه شهر دوشنبه هفته پیش آرز وزیربیکوف را به 16 سال زندان محکوم کرد. نزدیکانش حکم را بی‌اساس دانستند. پس از تظاهرات و ناآرامی‌های ماه امسال در ولایت مختار کوهستان بدخشان که با مرگ 10 نفر انجامید مقامات انتظامی تاجیکستان 100 نفر از جمله 10 فعال مدنی را دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندان و حبس ابد محکوم کردند. بازداشت‌شده‌ها و نزدیکانشان میگویند گناهی نکردند و اتهامات بی‌اساس است. سازمان‌های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه برخورد سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر از حکومت تاجیکستان خواست به محاکمه‌های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت‌های غیر قانونی آنها را بس کند. دادستانی کل تاجیکستان روز 9 نوامبر سال 2022 در یک مطلب در سامانش تحت عنوان خدمت حربی قرض وطنداری است روی خط منصبداران بلندپایه را نشر کرد که فرزندانشان را خودشان به خدمت حربی فرستادند. داستانی ذکر کرده است که از جمله فرزندان رئیسان شهر و ناحیه‌های فیض آباد، تاجیک آباد، رشت، بختر، سردار شعبه محاسبات و مالیه دادستانی کل تاجیکستان، فرزندان دادستان‌های ناحیه جلال الدین بلخی و مومن آباد و پسر دادستان حربی گارنیزون کولوب به خدمت حربی سفربر شدند. این در حالی است که در گذشته فرزندان منصبداران تاجیک با استفاده از نفوذ والدانش به هر راه از خدمت ارتش خود را خلاص می‌کردند و به این دلیل ارتش تاجیکستان را ارتش کمبغلان و یا ارتش کارگر و دهقان نیز نام می‌بردند. داستانی اما نگفته است که آیا فرزندان این منصبداران در همین موسم تیرماه به خدمت رفتن یا قبلا گزارش شده بود که پسر رئیس شهر بختر سجایالدین سلیمزاده سال 2021 با اختیار خود به خدمت حربی رفته است. قبل از شروع موسم تیرماهی دعوت به ارتش وزیر مدافع تاجیکستان جنرال شیرعلی میرزا از کمیسرهای حربی شهر و ناحیه‌ها طلب کرده بود که پیش از همه فرزندان منصبداران دولتی را به ارتش سفربر کنند. داستانی کلام چنین ذکر کرده است که شماره شهروندانی که از خدمت حربی سرکشی میکنند سال تا سال کم شده، صف شهروندانی که خواهش اختیارا به خدمت حربی رفتن را دارند برعکس تا رفت زیاد می شود. حالا در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت به صف قوه‌های مسلح ادامه دارد.
این مفصل 1 اکتبر آغاز یافته تا 30 نوامبر دوام میکند. بنا به آخرین حسابات وزارت مدافع تاجیکستان در ماه اول دعوت تیر ماهی یعنی در ماه اکتبر نقشه دعوت در سراسر جمهوری الکی 70% اجرا شده است. لازم به ذکر است که در مقایسه با دفعه‌های قبلی در جریان این دعوت تیرمایی حداقل در طول ماه اکتبر شکایت‌ها از ابله و تقریبا به گوش نمی‌رسند. قبلا هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابله و یا احاته‌گیری جریان می‌گرفت. ابله و یک شیفه اصلا غیر قانونی است. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که با این تجربه ابله و که آبروی دولت را می‌ریزاند نقطه گذارند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. دادگاه نویه نوگورود شهر تاریخی ولیک نوگورود روسیه شهروند 19 ساله تاجیکستان عبدالمطالب حسنوف را بر اساس قسم 3 ماده 158 کودکس جنایتی روسیه در دزدی پول از کارت بانکی گناهکار شناخته و به 6 ماه زندان شرطی محکوم کرد. خود این جوان تاجیک برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی دادستانی ولایت نوگورود روسیه روز 9 نوامبر سال 2022 خبر داد که ماه اکتبر سال 2021 عبدالمطالب حسنوف در نزد یکی از بناها در شهر ولیک نوگورود کارت بانکی را یافته به جای آنکه آن را برده به پلیس بسپارد با کمک این کارت بانک در چندین مغازه شهر به مبلغ بیش از 700 روبل خریداری کرده است. قرار معلوم بسیاری کارت‌های بانکی در روسیه برای خرید به مبلغ تا 1000 روبل پین کد طلب میکنند. در اطلاعیه دادستانی ولایت نوگورود گفته می شود که جوان تاجیک گناه را به گردن گرفته ضرر به صاحب کارت رسانیده‌اش را برقرار کرده است. دادگاه با در نظر داشت موقع دادستانی عبدالمطالب حسنوف را به نیم سال زندان شرطی محکوم کرده برای 6 ماه مهلت سنجشی مقرر کرده است. اداره زندان‌های روسیه بار آخر 2 سال پیش خبر داده بود که در زندان‌های این کشور بیش از 7000 نفر از شهروندان تاجیکستان ادای حکم میکنند و بیش از 1200 تن دیگر در بازداشتگاه‌های این کشور منتظر انجام تفتیش پرونده‌هایشانند. یک قسمی آنها برای جنایت‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر، قسمی برای تقلب اسناد و یا عبور غیر قانونی مرزهای روسیه زندانی شدند. همین طور 10 تن از زادگان تاجیکستان در محبس‌های روسیه برای اعمال جنایی چون دزدی و غارتگری و حتی بندیتیسم و آدمکشی نیز ادای حکم میکنند. اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 9 نوامبر سال 2022 خبر داد که یک منصبدار دولتی در شهر کولوب به ساختکاری خدمتی و تصرف مبلغ‌های دولتی عیبدار می شود. اگنتی گفت مراجعان محمدالله رهبر امکنون سابق کارخانه دولتی رکلام بیرونه و آرایش شهر کولوب که این مؤسسه مسئولیت جابجاگذاری تابلوهای تبلیغاتی در کوچه این شهر را به عهده دارد از بیش از 5 میلیون سومون پولی که از بودجه دولت برای این اداره جدا شده بود 184,000 سومونی یا قریب 9,000 دلارش را تصرف کرده است. مرکز مطبوعات اگنتی در شرح این پرونده گفت مراجعان محمدالله در وظیفه دیرکتور مؤسسه دولتی رکلام بیرونه و آرایش شهر کولوب کار کرده در دوره فعالیت کاریش دست به صادر نمودن جنایت از آن خودکنی و ساختکاری خدمتی زده است، چنانچه او با استفاده از وکالت منصبیش با مقصد به دست آوردن فایده از حساب مبلغ‌های بودجتی و مخصوص مؤسسه مذکور مبلغ عمومی 513,365 سومونی را همچون مبلغ‌های زیر حساب گرفته از این مبلغ 329,326 سومونیش را برای تامین نمودن موادهای رکلام‌نامه و دیگر مال و اشیاءهای لازمه خراجات کرده باقی مانده مبلغ 184,039 سومونی را تصرف نموده به منفعت شخصیش صرف کرده است که در نتیجه با این کردارهای قصدانش به دولت ضرر کلان مادی رسانیده است. اگنتی گفت در رابطه به حالت مذکور نسبت به مراجعان محمدالله بر اساس ماده های 24 قسم 4 بند ب و 323 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام تصرف مبلغ‌ها پرونده جنایتی آغاز کرده شد. بعد انجام تفتیش پیشکی با تصدیق فکر عیبدارکنی برای مهیتاً بررسی نمودن به سود ارسال گردید. معلوم نیست که آیا مراجعان محمدالله در رفت تفتیش پروندهش در بازداشت قرار داشت یا در آزادی، ولی اکنون بر اساس ماده 323 برای ساختکاری با استفاده از منصب
جریمه به اندازه از 250 تا 365 نشان دهنده برای حساب یا کارهای اصلاحی و مهنتی به مدت از 1 تا 2 سال یا محروم ساختن از آزادی به مدت تا 2 سال. همین طور به او بر اساس قسم 4 ماده 245 برای تصرف مبلغ مخصوصا بزرگ جریمه به اندازه از 1824 تا 2700 نشان دهنده برای حسابها یا محروم ساختن از آزادی به مدت از 10 تا 15 سال تهدید میکند. ولی تجربه دادگاه‌های تاجیکستان نشان میدهد که اکثر منصبداران با اتهام تصرف مبلغ‌های دولتی و حتی پاره به دست افتاده در نهایت با پرداخت یگان جریمه از جوابگری خلاص میشوند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با توجه ساکنان و مهمانان کشور میرساند که بنا به معلومات اگنتی هواشناسی روز 9 نوامبر سال 2022 بر اثر ادامه باران‌های شدید در ناحیه‌های کوهی و نزد کوهی تابع جمهوری ولایت سوخت و ختلان و ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر آمدن سیل‌ها و ریزش سنگ باقی میماند. همچنین احتمال بالاروی سطح آب دریاهای یوخسو، قزلسو و رودخانه‌هایی که از قطارکوه‌های ایثار جاری می‌شوند وجود دارد. در این ارتباط کمیته حالت‌های فوق‌العاده به ساکنان و مهمانان کشور مراجعت می‌کند که در این روزها سفرهای خود را با راه‌های کوهی محدود کنند. در این روز رفتن به صحرا و دامن کوه‌ها برای چارواچرانی، غنچین ایزم، انجام کارهای کشاورزی، شکار و ماهیداری نیز مصلحت داده نمی‌شود. کمیته همچنین از رانندگان خواهش می‌کند که هنگام حرکت در راه‌های کوهی همه قاعده‌های بی خطری را رعایت نمایند. کسانی که ماشین‌های سیاه‌شیشه دارند خوب می‌بود اگر روهای خود را در شامگاهان و هوای تاریک محدود کنند. رعایت همه قاعده‌های بی خطری از جمله رعایت فاصله بین ماشین‌ها هنگام حرکت و بالا نبردن سرعت حرکت گرو اصلی بی خطری و امنیت است. کمیته همچنین از اهالی خواهش می‌کند برای پیشگیری از ورود سیل به اهالی و کشتزارها سر وقت سیل راه‌ها و جویبارها را از هر گونه خس و خسپاره‌ها تازه کنند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 8 نوامبر سال 2022 تقریباً ساعت 13:00 راننده ماشین تمغه BMW 525 غنیف بختیار سال تولدش 1996 ساکن نویه باباجان غفورов هنگام حرکت در راه ماشینگرد اسپتامین خلقاندوز از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ستون چپ دروازه درآمدگاه جماعت دهات خلقاندوز نویه جبو رسولوف برخورده است. در نتیجه مسافر این ماشین اویزو و روزیا سال تولدش 1945 ساکن امین نویه جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. خود راننده غنیف و مسافر دیگر این ماشین جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. اوید به این حالت تحقیقات ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی قبلا خبر داده بود که در پایان هفته گذشته روزهای چهارم ششم نوامبر سال 2022 در 4 صدمه مرگبار در ناحیه اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان و در ناحیه دنغره و واسه ولایت ختلان 8 نفر به هلاکت رسیده، دست کم 9 نفر دیگر جراحت برداشتند. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 9 نوامبر سال 2022 از آشکار شدن یک حالت غارتگری روی راست در شهر خوجند خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند نسبت به یک مرد 33 ساله ساکن ناحیه باباجان غفورov که پیش با ماده‌های 244 قسم 2 و 237 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دزدی و اوباشی سود شده است. بر اساس ماده 248 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام غارتگری پرونده جنایتی نو آغاز کرده شده است. خود گمان شونده برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به فریضه وزارت کارهای داخلی این ساکن ناحیه باباجان غفورov شب 4 نوامبر سال 2022 تقریبا ساعت 23 در حالت مستی با دستش یک مرتبه برای مرد 50 ساله ساکن شهر استرفشن زده. بعدا با استفاده از زوراوری از جیب این مهمان خوجند 950 سامانی و یک عدد تلفن موبیلی تمغه LG را تصرف نموده از جای حادثه غایب شده است. وابسته به حالت مذکور تفتیشات پیشکی ادامه دارد. به مرد دستگیر شده بر اساس قسم 3 ماده 248 برای غارتگری از 10 تا 12 سال زندان تهدید میکند. وقت‌های آخر در تاجیکستان درباره جنایت‌های غارتگری خبرهای زیاد به دست میرسند. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی
در نیمه اول سال 2022 در تاجیکستان 65 مورد غارتگری ثبت شده است. سال 2021 در جمهوری 138 حادثه غارتگری ثبت شده بود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.